از به دنیا اومدنشون، نه یه پسرایی که پروتست میکنن به خودشون میگن ماشین میلین. نو، اینا همه ترانسجندرن یا عمل میکنن ترانسکشوالن. نگاه کن، تو الان زهر مار، تو پسر بودی نه قبلا؟ آره عشقم الانم هست. خب من منظورم همینه. نگاه کن الان جسه، قیافه، همه چیز زنه. خب منتها اون قسمت پایینی مال پسر هست. خب به این میگن شیمیل، درسته؟ آره. ببین بچه بذار بهتون میگم، من این کارو میکنم، همه ترانسکشوالا این کارو نمیکنن. من نه، تو اصلا نماینده هیچ کسی نیستی، تو فقط برای خودت هستی عزیزم. اصلا به حرف این کنسوزا گوش نده. من دوست دارم بدونم چی دوست داری، چی میپوشی، کی رو دوست داری، چی کار میکنی. من چیز قدری دوست دارم. من یه سوال ازت بپرسم. تو 100 تا سوال ازم بپرسن. ببین تو خب احتمالاً خوابیدی دیگه، با مثلا با پسر میخوابی یا با دختر میخوابی؟ 100%. فقط با پسر. من دختر حس ندارم. سکسی. نگاه کن، پسر که تو رو میبره توی اتاق، قرار عملیات مقدس انجام بشه، دلم خواست. دلت خواست. اولین سوالی که اون پسر ازت میپرسه چی هستش اون اتاق خوابه؟ سوال نمیپرسه، میره سراغ کار، چون از قبل میدونم من موضوع خودم چیه، قضیه‌ام چیه، چی شکلی هم چی شکلی نیستم. یعنی سورپرایز نمیشه با اونجات؟ نه من کسی سورپرایز نمیکنم، چون میترسم طرف فوبیا داشته باشه بزنه سگ بزنه ما رو. یه چیزی بپرسم، تا به حال با یه مردی بودی که مثلا عملیات مقدس انجام شده و اینا، بعد چه میدونم بعد مثلا به توهین کنه، خارت کنه اینا؟ نه خدا رو شکر نشد. اگه بشه من خودکشی میکنم، خودم رو جر با جر میکنم. صبر کن من یه سری سوال مخصوص تو اتفاقا طراحی کردم، ببینم اصلا دارمش ندارمش. فکر نمی کنم دارمش. خب کاش که تو لباس میپوشیدی، چون من یه چالش برای تو دارم خوشگل. خب بگو. این لباسش چسبیده، کاری نداره باهات. چسبیده؟ خب بلند شو. خب بلند شم یا بلند شو. نه دوربینو بزنم تو اونجات نیفته. این نمیافته. دوربینو بزنم جایی؟ نه برو. نگاه کن این جرأت دیگه، قبول داری هر جرأتی که بهت بدم؟ اوه فاک. بگو. نگاه کن. اوکی فهمیدم. برو کشوهاتو باز کن ببینیم تو کشوها چی هست. آخه من مسافرتم همه چیزم اینجا ریخته داخل ساک. اشکال نه تو کشوها چی؟ تو کشوهاتو میخوام. کشوی من نیست، من مسافرتم، من اینا رو آوردم. کشو نداری اصلا در اتاقتون؟ میگم اینجا خونه من نیست. ندا اینجا خونه من نیست. تو الان تو خونه یکی دیگه هستی؟ آره. الان نگاه کن. آره. الان کجا هستی؟ دوست داری بگی؟ من مالزی. برای چی اومدی مالزی؟ یک غلطی کردم اومدم اینجا قرنطینه شدم. بچه‌ها میپرسن برای بیزنس اومدی مالزی؟ نه مگه اینجا کار کسبی خوبه؟ جدی؟ خوبه. پدر سوخت خودتو به کوچه علی شب ننداز. مالزی به خدا مرکز این کاراست. جدی آخه دوران کرونا هست، من نمیتونم کاری کنم. صبر کن من ببینم این من سوالاتتو نمیدونم کجا گذاشتم. شت. صبر کن ببینم الان یه سوال اینجا چیز کردیم. برم سر جان. میپرسه چرا همیشه روسری سرته؟ چون موهام کوتاه، اعتماد به نفسش ندارم. چند باری در آوردم ولی خب بازم گذاشتم. من نمیتونم سوالایی که برات نوشتم و نمیتونم پیدا کنم، نمیدونم کجان. صبر کن یه زهر مار. من یه سال میپرسم چرا تو
همیشه حشری هستی؟ نمیدونم، تو میدونی ندا؟ نه والا بات نبودم متاسفانه. اگه باشی دوام نمیاری، فرار میکنی از دستم. تو یه سسک بیشتر دوست داری چه کارایی انجام بدی؟ از چه کار بیشتر لذت میبری؟ جدی دوست داری رها؟ آره من خیلی بدم میومد. وای من خیلی خود میومد. امیدوارم که دفعه بعد با یه کسی که باشی اصلا فقط بخواید بلیسی. ندا ها بایست میشه اینا رو لیست من بزنیم؟ حالم چیز میشه، ندا نمیدونم اینجا رو سوالات نگاه، کجاست. ندا ها لیست بزن، منو نگاه، لیست بزن. غلط کردی. من تا به حال با دختران نبودم. صبر کن من ببینم میتونم اینطوری پیدا کنم. تا با دختر نبودی؟ نه بیا با نبودم. من باش. سوال بیا پیدا من نمی کنم، دیدگاه سوال پیدا زاغی نمی کنم، دارم. اصلا هم نمیدونم الان چی هست. صبر کن من اینجا یکی پیدا کنم ببینم. حیف این سوالایی که من آماده کردم بابا. ای جون عصبی میشی، دوستان خوردنی میشی. یه چیز ازت بپرسم. تو 100 تا چیز ازم خب بپرس، تو چند بار اولین بگم باری که زن؟ تجربه یه سسک داشتی چی بوده؟ یعنی وقتی پسر بودی خب چی بوده و اصلا کل داستانشو به ما بگو. 14 سالم بوده، از برنامه فکر کنم لاین بوده خب که هیچی دیگه. یکی از دوستای مامانم من برد توی گروهی که همه همشهریامون بودن که منم دیگه چیز کردم دیگه، میومدن مخ منو میزدن اونجایی که عکس پروفایلم اینجوری بود. خب میفهمیدن، میومدن مخمو میزدن که منم دیگه اولین بار به یه نفر پا دادم. خب الان بذار در مورد عملت صحبت کنیم. نگاه کن تو قراره بری اونجا تو تبدیل به مال دخترها بکنی، درسته؟ yes. بعد قراره برات پرده هم بذارم؟ no. نداره، هیچ ترنسی پرده نداره. آخه ما باید دیلدو کنیم توش یه مدت طولانی. برای چی دیلدو؟ که بسته نشه. بگو به خدا مگه بسته میشه؟ نمیدونم، دوستم که اینجوری گفته چون عمل کرده بود. یه دیلدوی میدن که باید نمیدونم چه مدتی بذاری، یه تایمی رو بذاری داخل، بذاری با خودت. خب نوشته چه جراحیایی انجام دادی، چه دستکاریایی انجام دادی و بگو پولش چقدر بوده. جراحی بینی، جراحی سینه. خب اون دفعه هم گفتم پولاش هم حساب کردی. اشکال نداره ولی من اونو حذفش کردم کلا. بگو از اول. بینیم که خیلی وقت عمل کردم، 3 سال فکر کنم یا 4 سال، 5 تومن. خب سینم هم 20 تومن. خب دیگه چی؟ همین. بعد کجا عمل کردی؟ ایران عمل کردی؟ yes. نگاه کن من یکی از فانتزیات رو تعریف کن. از یه ترنس بشنویم فانتزیش چی هستش. از یه ترنس نه، از رها. از رها. باریکلا خوشمان آمد. ببخشید از رها بپرسیم فانتزیش چی هستش. فانتزی میگه که مثلا به زور، زورکی. جدی برای تحریک آوره؟ آره. تو یه مرد میبینی بیشتر از همه چی برات تحریک آوره؟ آره بگو. صدات رفت. اومد. آره بگو زود باش. فیس و هیکلش. فیس و هیکلش ها؟ آره بر چه اساسی مردا رو شکار میکنی یا انتخاب میکنی؟ اصلا مردای کیسای مورد علاقه تو کجا پیدا میکنی؟ کجاها؟ تو بار؟ کلابی میری پیدا میکنی؟ تو خیابونا پیدا؟ چطوری؟
بیشتر اینستا پیدا کردم، تو کلاب پیدا کردم، تو خیابونم پیدا، همه جا پیدا میکنم. بعد تو ببین میری دوست دارم سمتشون قد مثلا بلند یا اونا بشه. میان نه سمتت؟ نه نه نه، من تو زندگی واقعیتم خیلی خجالتی ام اصلا. خب حتی باید طرف انقدر بیاد طرفم تا من بهش پا بدم. تو زندگی واقعی اینجوری هم، ولی مجازی نه. مجازی خیلی راحت میشه مخ منو زد. آره جون لعنت، اینجوری من نگاه نکن. تا به حال به خاطر پول سس کردی؟ یه بار آره. بابا خیلی پول میداد، چیکار کنم؟ خوبم بود چقدر میدونی. بهت داد؟ دوست من داری از کسی که بگی؟ خیلی چندشم بشه عمرن نمی کنم، از کسی که چندشم بشه این کار نمی کنم. چی؟ میگم چقدر بهت داد؟ دوست داری بگی؟ آخه واسه 2 سال پیشه. نوشته اونجاش کوچیکه یا بزرگه؟ اینه کی پرسید؟ مردی که حروم زاده. مرده؟ نمیدونم، برای من معلوم نمیشه. متوسطم میدونی. بس میخوای نشون بدم نه. با دستم. یه چیزی بپرسم؟ نگاه کن، حالا که تو میگی متوسطه، اگه بزرگ بود بازم دوست داشتی ببریش؟ متوسطه که خیلی واسه پسرها اینجوریه. بود کوچیک نیست، بزرگ خب نیست. من سلام. عشق و ابرو. رنگ کوتاه بپوشه. خانم نمیتونن لبندی تو چیز کنن، بعضیا تحمل کنن. ندا ها لیست بزن دیگه. درش نیار جان ننه، در نیار. میگم من یه سوالی بپرسم. نگاه کن، تو جون گفتی دماغتو عمل کردی، ممیاتو عمل کردی، بعد ژلمر چی کار کردی؟ زاویه سازی هم انجام دادی؟ نه جان من بابا مشخص زاویه به سازی خدا انجام دادی. نکردم بابا، به جون مامانم نکردم، به جون مامانم نکردم. بابا اصلا دماغتو ندارم چی تا عمل الان. نکردی؟ کردم. خب دماغتو عمل کردی، ممیاتو عمل کردی و قرار اون قسمت هم خیلی کار عمل دیگه کنی. هم کنم. خیلی کارم میخوام نیکی مینش شم. یه نه تونی نگاه کن، اون بذارم. قسمت هم میخوای عمل کنی. آره آره خب اون قسمت عملش چند میشه تقریبا؟ نشون نده، 200 من دارم خورد. میبینم اونجا شها قهوهشو نشون کجا نده بود؟ لطفا. آها اوکی. اوکی اوکی. 200 نگاه خوردی. کن یه چیز بپرسم، این لباسه لباس واقعیه یا چیز انداختی؟ شالی نه چیزی؟ لباسه این؟ شاله. شاله پدر سوخته. خب چرا لباس اینایی که نپوشیدی؟ رو سرم میبندم میرم بیرون. چون که میگم پوشیدم، خیلی گفتن کوتاه در آوردم، بعد لباسای تکراری دوست نداشتم پوشم، همش تو لایبون پوشیدم اینجا چون اوکی خونه خودم نگاه نیست کن، زیاد ندارم. اونجا رو که میخوای عمل کنی تقریبا چند میفته قیمتش؟ 200 خورده میلیون تومان. چقدر گرون. تو ایران نه، تو ایران نه. من تایلند میخوام عمل کنم. تایلند با 5 میلیون میشه عمل کرد. ایران آها تو تایلند 200 خوردی میلیونه. 200 خوردی. خب بچه ها میپرسن این همه پول از کجا میاری؟ عجیب ننم کجا میارم؟ عجیب مردم ننم همه جا، هر کی که پول است دیدم پول رفتم سراغش گفتم هلو بپر تو گالو. ندم. نگاه کن بچه ها میپرسن بیزنسی هستی؟
نه نیستم. بودم میگفتم واقعا، چون خیلی دوستای بیزنسی دارم دیگه، به خاطر اینکه خانوادهشون تردشون کرده یا خودشون دوست دارن میرن بیزنس میکنن، چیز بدی نیست. چطور میرم مهمونی خجالت نمیکشم؟ نه از چیم خجالت بکشم؟ داستان اینی که در مورد خانوادت دوست دارن بدونن. خب داستان اینی که مثلا الان نگاه کن، تو با خانوادت در ارتباط هستی یا نیستی؟ بله خانم مامانم خیلی پشتمه، کل خانوادم. مثلا میبیننت با این اوضاع توی فضای مجازی هستی، تردت نمیکنن؟ اتفاقا هم مامانم هم میبینن. نه اصلا. نمیگه این دختر چه واسه ورزشه؟ خواهرم آره. ببین خواهرم اگه اینجوری ببینه خیلی ناراحت میشه. من از اول همین بودم. کرونا گرفتم، نذاشتم کسی دخالت کنه برشون، من دیگه عادی شدم، وضعی که هستم عادی شدم و اینکه اوکی هم با من. اوکی. نوشته چطوری صدات شبیه زناست. چیکار من صدام کردی؟ کجا شبیه زناست؟ شبیه پسراست. نه شبیه زناست. خیلی هم لبندی داره اتفاقا. آره جون نگاه کن. نمیدونم. خب تو مثلا چون از بچگی کلوف صحبت نکردم. از کی فهمیدی که مثلا دوست داری جنسیتتو عوض کنی؟ از موقعی که فهمیدم همچین چیزی هست، چون من فکر کنم 14-15 سالگی بود توی گوگل سرچ کردم یا 13 سالگی یادم. خب که فهمیدم ترنس چیه، تغییر جنسیت تو دنیا وجود داره، که منم گفتم اوکی. بعد اون روز به بعد انقدر تحقیق و این چیزا کردم، انقدر مقاله چیه ملاقه خوندم. ملاقه خب انقدر خوندم که بعدش هم دیگه بزرگتر شدیم و توضیح بدم به ننم گفتم. به مامانم من اولین بار گفتم همجنسگرام. چرا؟ مامانم من با همجنسگرا بودم بیشتر کنار می اومد که تغییر جنسیت ندم. مامانم خیلی ناراحت شد ولی اوکی بود، گفت فهمیده بودم به دختر هست. بچه کجایی؟ یعنی چی؟ یعنی بچه کدوم شهری تو ایران؟ من شمال ایران ولی خودم تهران زندگی میکردم. خب داشتی در مورد مامانت میگفتی؟ زود باش بگو. آره در مامانم بعدش یه روز دیگه دوباره نشستم گفتم مامی بیا یه چیز بهت بگم. گفت چی بگی؟ گفتم که من میخوام تغییر جنسیت بدم. که مامانم از شب تا صبح گریه کرد و قلبش درد گرفت. یه لیدوش بگردم. بعدش که دیگه مامانم گیراشو شروع کرد. گیراششو موهامو رنگ میکردم، گوشم اون موقع سوراخ بود، ابروامو میگرفتم، کاری نداشت. ولی گیر داد که تو باید موهاتو مشکی کنی، ابروتو نگیری، گوشواره نذاری. که بعدش منو یه مدت شده بود از خونه بیرون کرده بود، ازم خبری نداشتن، رفته بودم برای خودم. که بعد دوباره برگشتم، با هم بیشتر کنار اومد، ولی دوباره رفتم برای خودم خونه گرفتم، یعنی باید ازم خبر داشتن. بعد مامانم رفت دکتر و این چیزا، فهمید که دست خودم نیست و اینکه من اینی هم که هستم عوض نمیشه. اون روز به بعد فجیحاً پشتم بود، فجیحاً جلو همم وایستاد. تا به حال با یه نگاه کن، اول پسر بودی درسته؟ بعد فکر کردی همجنسگرا هستی. خب تا به حال با یه پسری سسک داشتی؟ پسر؟ آره دیگه داشتی نه؟ الان دیگه دوست نداری؟ الانم دوست داری با پسرا سسک کنی چون که دختر هستی؟ با دختر نداشتم. با دختر نداشتی. اوکی. من یه چیزی بپرسم. صبر کن اینو بپرس. فقط سوال. نگاه کن نوشته چجوری میشه که اشتباهاشون غیر طبیعی میشه؟ از ما دخترها هم بیشتره. چون که ما دخترانگیمون هم بیشتره. ما دوست داریم بیشتر به خودمون برسیم، دوست داریم بیشتر دختر دیده بشیم، چون که نبودیم اینجوری میشیم دیگه. اشوه هامون برای اینکه دخترانه خودمون نشون بدیم، مخصوصا من قدیم اشوه میمادم شدید، الانم میام، ولی خب باید طبیعیش کنیم دیگه، طبیعی بودن بهتر. نگاه کن گفتی که دخترایی که مثلا الان یعنی تو واقعا حس سسکی داری نسبت به من؟ نه حس فان دارم. اون برقی که ممهات میزنه داره من دیوونه میکنه. تو که دوست داری فقط با پسران میخوابی.
خب دوست دارم تو هم لیست بزنم. غلط نه کردی. من پر از پشمام به زبونت میخوره. نگاه کن، تو الان گفتی که مثلا بدنت یا و صورتت دختره، خب ولی اونجا یه پسراست. خب و تعداد اینجور آدما تو دنیا، ایران یا هر کشور دیگه خیلی کمه که مثلا جسمشون دختره ولی اونجاشون اونجای پسره. من سینه‌مو پروتز کردم. من اونجا رو میگم، اونجا. خب پسر دیگه. اوکی، من اینو میخوام بپرسم. نگاه کن، مردا بعضیشون خیلی کثیفن و فانتزیای مختلفی دارن. از اونجایی که این گوش بده، سکو من حرف بزنم. از اونجایی که دخترایی که در واقع شنبول دارن تعدادشون خیلی کمه، فکر نمی کنی مثلا مردای بیشتری گیرت بیاد و بیشتر حال کنی و بیشتر طرفدار داشته باشی، دلخواه داشته باشی؟ پس اونجا تو نگه داری و نبریش؟ همه به هم میگن، اینا یه حقیقت واقعا ماها طرفدارمون بیشتره. شاید دختران ندونن، شاید کسی که تو این چیزا باشن ندونن، ولی ما بودیم میدونیم. از هر 100% مردم 80-90% به ما حس دارن و خیلی از ما خوششون میاد. چرا؟ میگه چی داری؟ چون حالت فانتزیه دوست دارن تجربت میکنن. آره دیگه. خب آره دیگه جورایی نمیدونم، ولی خب طرفدارم خیلی بیشتر داریم. شاید آدم متفاوتی هستیم و اینکه شاید از دخترها نمیدونم، ولی چون که زندگی عادی نمیشه داشت اینجوری به نظر خودم، واسه خودم، چون همش تو حاشیه. حالا چون من تازگی از ایران اومدم بیرون، هنوز چیز ایران هست. و وقتی که من بیام جای دیگه که این چیزا انقدر تو حاشیه نباشه، شاید همه چی عوض بشه. الان پناهنده ای؟ نه غلط کنم اینجا پناهنده شم. من دارم ویزای تحصیلی کانادامو اوکی میکنم بیام اونجا پناهنده شم. بعد تو چطوری میخوای ویزای تحصیلی کانادا رو جور کنی؟ تو که مدرسه اصلا دانشگاه اینا نمیری که. چرا؟ من دیپلم دارم، با دیپلمم 2 سفر مسافرت شینگن، بعد چند تا مدارک دیگه، چیز مالی و این چیزا که دوستم پارسال رفت، وکیلش هم میشناسم، انشالله منم بتونم برم. نوشته ندا بپرس توی بلوغ اصلا سینه در نیاوردی؟ چرا؟ من یکم در آورده بودم، نه که مثل چیز، ولی خوب نمیدونم چرا، به خاطر مشکلات هورمونی بودن. خب نگاه کن، اونجاتون رو میبرن، خب بعد چی کارش میکنن؟ بهتون میدنش یا اهداش میکنن؟ قبلا هم بچه ها گفتن نه اهدا نمیشه کرد. قبلا هم بچه ها گفته بودن تو لایوت 2 مدل داریم، روده‌ای و پوستی، که روده‌ای که گفته بودن از رودت میبرن و میزنن و این چیزا، اون تیکر میبرن میندازن. پوستی هم که هم رو وسط داخلش در میارن برمیگردونن داخل. بعد میشه واژن. آره حالا درستش میکنن، خیلی هم خوشگل. ببین اگه واژنای چنجی یا تغییر کسی که تغییر جنسیت کرده رو ببینی، خیلی از دختر خوشگل تره، واقعا خوشگله. بعد فقط تنگ تره. بعد این دیگه 2 روش داره این شکلیه. چه جالب. آره خیلی از دخترها هست، یه عملی هست ختنه دخترها که میکنن مثل ما، مثلا صاف و سیف و خوشفون در بیاد، مثل اون چنجی ها. خب حالا تو که جرأت من انجام ندادی برای در واقع کشتو به ما نشون بدی یهویی، میتونی عکس قبل از عمل تو وقتی پسر بودی به ما نشون بدی؟ ندارم به خودم. چقدر لوسی؟ اصلا توی موبایلت هم نداری؟ وای من غلط کنم این چیزا رو تو موبایلم داشته باشم، دق میکنم میمیرم. خب نگاه کن، اولین باری که با یه مرد میری، خب چه صحبتایی میکنی اولین باری که میبینیش و قرار مثلا خب میری میبینیش که مثلا باش رابطه عاطفی نداشته باشی دیگه، مثلا بری باش خوشو بش کنی، چی رد و بدل میشه بینتون تو همون اولین باری که با هم
همدیگر رو میبینین چی میگین؟ یعنی چی سوال میکنین؟ ببین بعضی اگه پسر خوشم بیاد خودم سر بحث رو میکشونم وسط، منو ببر خونش. خب اگه عادی باشه و این چیزا کلا هیچی، میریم دور میزنیم با ماشین، میریم دور میزنیم، میگیم، میخندیم، موزیک گوش میدیم، یکم از من سوال میکنه در مورد مثلا رابطم و چه شکلی هم و این چیزها. تا حالا شده مردی به بیشتر اشتباه سعی فکر کن کنه، سوال کنی. گوش بده، تا به حال شده مردی فکر کنه مثلا تو یه دختر عادی هستی، بعد یهویی وقتی بهش بگی مثلا من ترنسم و هنوز اونجا عمل نکردم، مثلا یهویی شوکه بشه و فرار کنه اصلا از دستت؟ حضوری نشده ولی مجازی شده. خب این چیه؟ حضوری سگه هم داره پارس میکنه؟ آره بیرونه. خب حضوری هم جوری مثلا شده طرف بیفته دنبالم، یا مثلا یهو بفهمه من ترنسم بگی وای ایش شندش بره. ها بعضی که فوبیا دارن واقعا بدشون میاد متاسفانه، که بیشورن دیگه. سب کن. در حال حاضر شوگرددی هم داری که ساپورتت کنه؟ نه من چون آبم با پیرمرد تو جوب نمیره. کاش که این سگه رو بشه چیزش کرد، خیلی واق میکنه. اسم پسرونت چی بوده قبلا؟ من اسم شناسنامه‌ام الان رهاه، چون رها هم اسم پسر هم اسم دختر، بقیهش دیگه تمام. دوباره نه بگو، من نمیشه. نشنیدم. دوباره بگو. اسم شناسنامه‌ام الان رهاه، چون اسم خب پسرم هست اسم دخترم هست رها. آها. آره. ای بابا این سگه چشه؟ نمیدونم بیشورن آلودگی دیگه صوتی داره نمیگیرنش. ایجاد میکنه. اوکی. نه صداش میاد. آره صداش زیاده. نوشته ندا بپرس بعد از عمل پریودم میشی؟ نه نو. یکی کلا الان من نظر گفت در تو مورد پریودی چیه؟ دوست داری پریود بشی؟ وای نه خدا رو شکر، خدا رو 1000 مرتبه شکر که نمیشم، خیلی چیز مزخرفیه. تا حالا یکی بهم شده گفته تا حالا شده در یک روز با چند نفر بخوابی یا سسک گروهی آره داشته باشی؟ یس. بعد دوست داری یا کثیف کاریه؟ آره دوست دارم، بعدم نمیاد، فانتزی جالبیه. بعد گروهی مثلا با چند نفر بودی؟ پسر دختر چی بود قضیه؟ هم من و 2 تا از دوستام و یه پسر، هم من و یکی از دوستام و یه پسر، هم 2 تا پسر من. همه جوش تجربه کردم. بعد روت میشه مثلا با دوستات سس کنی یا جلوی دوستات سس کنی؟ آره خب دوستیم دیگه، جلو هم دیگه همجور لخت و پرتی هستیم. دوست معمولی هستین یا اینکه همدیگه رو ترتیب نه دوست میدین؟ معمولی، من با دختر حس ندارم دیگه، دوستای دخترم. همین دیگه روت میشه مثلا جلوی دوستای معمولیت اصلا با یکی دیگه سس کنی اونا نگاه کنن؟ آره. چون اونا هم میکنن دیگه، چیکار کنیم دیگه. ببین بعد بذار من توی یکی بهم اینجا اتاق گفت یا هر کی توی اتاق جداگونه؟ با هم شده، هممون با یه نفر خدا مرگم توی یه بده. تایم همزمان. نه تو بذار یه چیز بگم، اینجا یه نفر بهم گفته توی جنده بیزنسی هستی. خواستم بهش بگم که من از اول لایف گفتم حرکات و حرفای من ربطی به ترنس‌ها دیگه نداره، ببین من شخصیت دوست داره خودمه. همونی که گفتی باشه. مشکل تو چیه؟ من مشکلی ندارم، اون مشکلی نداره، خانوادهش مشکلی ندارن. تو اگه مشکل داری برو از لایف بیرون. والا تو برو زندگی خودتو درست کن. چیکار زندگی مردم داری؟ مردم هر من راجع به راحتن دوست ترنس‌ها دیگه دارن. حرف نمیزنم، فقط خودم. این منم که اینجامو نشون میدم، ترنس‌ها دیگه مثل من نیستن. من دارم ترنس از رها چادری هم میپرسم نه از داریم. همه ترنسا. اگه از همه ترنسا خب یه سال دیگه هم بپرسم. ولی برام جالبه که مثلا با دوستات اصلا تعارف نداری. دوستات هم مثل خود ترنسن؟ نه همینطور دوستای ترنس داشتم، الان ندارم در حال حاضر، الان فقط دوستای دختر استریت. چون ترنس‌های دیگه تا جایی که من باشون دوست بودم آدمای خیلی خوبی هستن، ولی نمیدونم چرا حسودی زیاد میکنن. حسودن. من یه چیز بپرسم، نگاه کن.
تو همینطوری با مردای رندوم میری تو اتاق خوابشون همون روز اول، اگه خوشت اومد هیچ شناختی نسبت بهش خب هیچ شناختی نسبت بهشون نداری، باتری یه چیزم ضعیفه باید برم پاور بانکمو بیارم، هیچ شناختی نسبت بهشون نداری، تو نمیترسی این مرد یه کاریت بکنه؟ مردی که اصلا من از 16 سالگی تنها زندگی کردم، انقدر سرم بلا اومد برای بگو من خودم الان میام. کسی شدم که خب برای خودم چیزی شدم که کسی نمیتونه سر من بخواد بلا بیاره. پدرمون طرفو در میارم. تو از کجا میدونیش؟ نگاه کن شاید چاقوت بزنه یه کاریت بکنه، تو از کجا ببین منم آدمی که چیز میکنم میشناس، ببین دیگه ظاهرش رو همه چیش میفهمم دیگه، نمیرم کسی که لات و لوت باشه یا شخص باشه بدون هیچ وقت این کار نمیکنه، یکی برای خودش آبرو داشته باشه. خب برای کسی نمیره. نگاه کن دنیا تو تا به جان حال وقت گفتی کامل بلا گفت سر منو تو بیار. آوردم. آره. نگاه کن بلا سر تو آوردن، درسته؟ خب یکی از بدترین بلاهایی که سر تو آوردن داستانشو مفید مختصر توضیح بده که بقیه بچه‌ها هم بیارن. مسافرت رفته بودم با یکی از دوستام خونه یکی کسی که دوستم که به زور اینقدر منو تکون برده نده بود. موبایل تو لطفا. خب یه سعی کن یا ثابتش کنی اینا. به زور یه شهری منو برده بود که منم باش رفتم خونه دوستاش که موقع برگشت ما رو با ماشین بردن داخل کویری جایی، دوستم پیاده کردن، یکی منو زد، یکی دیگه هم کار خودش انجام داد. یه بارم لب کجا ساحل این طرف اتفاق مست بود با افتاد؟ چاقو. گفتی کجا این اتفاق افتاد؟ این کویره همدان بود فکر کنم، یه بار تو عمرم رفتم اونجا. برای چی رفته بودی همدان؟ خونه دوستم. آها پس بردنت بهش زدن نه؟ آره کست کشم. این بدترینشون بود. یکی دیگه هم بود که لب ساحل بودم شمال، طرف مست بود نصف شب، بر خودم حالم خوب نبود، لب ساحل داشتم قدم میزدم، کنار ویلامون دوتا مست با موتور اومدن که به زور با چاقو منو بردن. بعد تو چیکار کردی؟ رفتی به پلیس هم خبر دادی یا ساکت موندی؟ نه این قضیه واسه چند سال پیشه، اون موقع که من ترسو بودم. چند سالت بود اون وقت؟ حدوداً 16 17. صبر کن من بپرسم. بی تربیتار نوشته چیزم میکنه سیخ آره میکنه. خراب نیست که سالمیم ما. میکنه آره. در حال حاضر که عمل نداری خب و الان اونجای مثلا مردا رو داری، وقتی الان مثلا با پارتنرت برای فان میخوابی، تا حالا شده پارتنرت ازت بخواد تو هم عملیات روش انجام بدی؟ خیلی زیاد. آره شده. بعد خیلی هم که نمیگن ولی من میدونم هستن میخوان، چون که من از اول میگم وای من نمیتونم تاپ. یه لحظه دنیا، این لایو مخصوص ترنس ها و همجنسگراها هستش، از قبلم اعلام کردم. خب متاسفانه بچه ها آماده شدن لباس پوشیدن، نمیتونم بیارمت بالا، شرمنده. انشالله برای لایو بعدی. الان نزدیک 4 نفر دیگه منتظرن، آرایش کردن، لباس قشنگ پوشیدن، منو میکشن اگه نیارم، شرمنده. انشالله برای لایوهای بعدی. خب بگو زود چی داشتی میگفتی؟ گفتم آره میخواستن دیگه. نگاه کن این مردایی که باشون میخوابی و دوست دارن تو هم عملیات روشون انجام بدی، اینا گیان یا زن دارن چی؟ نه من به اصطلاح بهشون میگم استریت اوپی، یعنی استریتن ولی خب دوست دارن از پشت بزن به امثال ما. بگو به خدا مگه میشه؟ ببین گیایی که قبل من آوردی هم گفتن خیلی زیاده، اینا تا دلت بخواد پرن. خب اینا نگاه کن، اینا اصلا داریم منو نسبت به مردا اصلا کلا
نظرمو عوض میکنید شما. یعنی تو خفا اینقدر گندن. چی؟ تو خفا اینقدر گندن اینا مردایی که مثلا حالت عادی دارن؟ زیاد. خیلی زیاد. خیلی. حتی خیلی زیادن دیگه، واقعا زیادن. خودم هم نمیدونم، واسه همین 4 سال سینگلم، باش پسری نمیتونم ول بزنم، خوشم نمیاد ازشون، بیشورن. ای جون تو فقط اینجوری دپرس شو، اسقری نمیده، ناراحت نباش. ولی یه چیز بهت بگم، به اسقر نمیشه که مردایی که زن دارن هم دوست دارن بدن، نمیشه اصلا. یه چیز بگم، به اسقر نمیگی؟ نگاه کن، بذار من این دنیا رو بیارم منو کشته یه لحظه. نگاه کن دنیا، یه لحظه ها، چون واقعا بچه ها آماده شدن برای این لایف. خب من خدافظی کنم، بچه های دیگر بیار. نیاری یا اگه بخوای در مورد اونا صحبت کنی و اسم بیاری تو این لایوی که پر جمعیته، نمیتونم بیارمت بالاها، چون من دوست ندارم دیگه اسمشون رو بیارم. لطفاً و خواهشاً میارمت دوباره. خب این سوالمون ناتموم بود. سعی ببینم دنیا چه کار واجبی داره. خب ندا، ها چطوری؟ خوبی؟ مرسی. تو خوبی؟ یه لحظه، من اصلا هیچ نمیخوام بگم، فقط 30 ثانیه هم شد. فقط یه لحظه دایرکت رو تو اون گوشیت چک کنی. فقط تو لایو چیزی نکن. دایرکت هم هنگه چون خیلی اصلا پیجم شلوغ شده. دایرکت منو برو بیا. برو تو پیج من، برو تو مسیج، دایرکت هم باز میشه واسه. فقط همین بین خودمون باشه، اصلا نگو تو لایو. خب ها خب باشه، دیدمش. آره اوکی مرسی. گفتم اوکی. خداحافظ. دنیا پدر سوخته است. خب نیست. خب من هاتم، آدم هاتی هم، خیلی دوست دارم، برای فان نیست، برای چی میگن، حس خوبیه دیگه. من بی خود نمیرم، خوشم میاد، دلم میخواد میرم. زبونتو نمیتونی تیز کنی. حتی اگه بهت پولم ندن، چون مثلا به خاطر اینکه حشری هستی میری؟ من آدم پولی نیستم، من از طرفم خوشم میاد باهاش حال میکنم. شاید دیگه جوابش هم ندم. خب نوشته با برده سسک داشتین شما؟ نه من برده بدم میاد متاسفانه. اینو تا به حال تجربه نکردی نه؟ نه خیلی پیشنهاد خیلی زیاده، ولی خب من دوست ندارم. خب ببین، من این سوالش رو یه جور دیگه میپرسم. تا به حال شده مثلا بگی خدا چی شد که مثلا منو اینطوری آفریدی، چرا مثل بقیه مثلا منو نکردی؟ زیاد. ببین من وای من چه اینجوری شدم، 2 بار تا حالا خودکشی کردم. خیلی از ترنس‌ها این تجربه رو داشتن. حتی من 5 روز تو آی سی یو هم بودم به خاطر خودکشیم. خیلی. ولی خب الان من با خودم کنار اومدم، خودم دوست دارم و اینکه امید به زندگیم فوق‌العاده بالا تو بدترین لحظاتم. ولی خب آره خیلی شده از خودم بدم بیاد. از چی خودت بیشتر بدت اومد قبلا؟ از اینکه پسرم دیگه، اینکه بدن پسرونه، صدای کلوف، موی اینجوری، از جوری که من نمیتونم بیرون برم، هر جایی نمیتونستم برم. استرس، من پام از خونه خواستم بزنم بیرون، استرس من دیوونه میکرد، خسته کننده بود برام. ندا بهش بگو تا حالا شاشیدی موقع سکس کثیف نه نداشتم، ولی خب خیلی فانتزیشو دارن. نه من نداشتم تا الان. چه فانتزی الان داری و تو دلت مونده که انجام بدی هنوز انجامش ندادی؟ هنوز انجامش ندادم، سخت شد بعد فکر کنم. هنوز انجامش ندادم. وای نگم برات.
نه بگو عزیزم. بگم خجالت میکشم. یه کوچولو مثلا بیادبیش نکن دیگه، مثلا با عفت باشه. مثلا اینجا یه پسر ورزشکار دوستم لیست بزنم، هنوز نزدم. زیر بغلشونو؟ کنارش. آره کنارش و زیرش. چه فانتزیایی داشتی قبلا تو سرت داشتی و تا به الان انجام دادی؟ انجام دادم؟ آره. اینکه منو ببنده به تخت. خیلی باحالی. خب ببنده به تخت یعنی با چی؟ مثلا دستاتو ببنده به تخت، یا مثلا حالت این دستگیره پلیس هست با میبندن؟ نه دستام بس به تخت. آره. تو دوست نداری؟ ندا؟ نه من فانتزی که دارم چی هستش میدونی فانتزیم چیه؟ یعنی تو ذهنم هست، من نمیدونم خواهش رو دارم انجام بدم یا نه. این که مثلا چی؟ سسک گروهی داشته باشم. همین. ببین دوست داری با دخترم باشه فقط پسر باشم؟ والا من حسودم، دوست دارم خودم ملکه باشم. آفرین، منم مثل تو هم. ولی خب میدونی چی منتظر چیم؟ منتظرم این که جلومو عمل کنم، یکی پاشه که جلوی که دهن 3 نفری بپر. خدا مرگم بده پدر سوخته. تا به حال انجام ندادی؟ خیلی خوب. 3 نفری که نمیشه، الان 2 نفری. آره. خوشم اومد، دوست دارم. فانتزی جالبیه. دوباره بگو فانتزی تو، من چیز نکردم. بگو دوباره. کدوم یکیشو؟ بعد چنجم یا قبل چنجم؟ نگاه کن یکی از بچه‌ها الان میپرسه، یکی بچه‌ها ازم میپرسه تا به حال با مرد زندار بودی تا به الان؟ طلاق گرفتاره. خودم نمیدونستم. ببین من 4 سال پیش با یه نفر زندگی میکردم که بعد فهمیدم نامزد داشتش که طلاق گرفتش. زندگی میکردم که آدم لاشی هم بود. بعد نمیدونستم میده. بعد فهمیدم یکی از دوستام داده، باشمش کردم همیشه. بعد اون دیگه با هیچ کس نبودم. خب فانتزیایی که داشتیم اینو بگم و بریم سراغ بعدی. فانتزیایی که داشتیم، نگاه کن، فانتزیایی که داشتی اینی که ببندتت به تخت که انجام شد، سسک گروهی که انجام شد، دیگه چی؟ یکی انجام نشد. خیلی دوستم. ببین یه پسر کیس بیاد به زور دیگه، به زور بهم تجاوز کنم. یعنی به زور، نه که فقط اداشو در بیاریم، واقعا ببره بدزده منو. دوست داری یعنی؟ آره ولی کیسم باشه. بعد تو مثلا دوست داری مقاومت کنی ولی اون ته دلات خوشخوشانته. آره. چقدر پیچیده ای. من میتونم. فکر میکنی چرا این شخصیت پیچیده درت به وجود اومده؟ تو بچگی آزار جنسی دیدی؟ چی شده؟ نه من آدم هاتیم، چون آدمای خیلی هات فانتزیاشون خیلی عجیب‌تر و باحال‌تر. نوشته ندا بپرس سینه‌هاش تحریک پذیری هم داره حالا که عمل کردی؟ آره خیلی. چیزی عوض نشده. سیلیکونو میزنن زیر عضله سینه، همه چی میاد بالا. نه من میدونی چی شنیدم که اون قسمت قهوه‌ای دیگه چیز نداره. چی نداره؟ حس نداره. نکاش حس ندارن دیگه. اونا ببین، اونا شاید لیفت سینه کرده باشن، بریده باشن. من هیچ کار نکردم. من همون سینه خودمه زیرش سیلیکون گذاشتن. من یه سوالی بپرسم. برای دستشویی کدوم میری؟ قسمت زنونه میری یا مردونه میری؟ زنونه. آخه من اینجوری مردونه برم همونجا 100 نفر میفتن روم. تا به حال شده مثلا با یه دختری باشی بعد نفهمه تو ترنسی و اینا، خب بعد مثلا بعد یهویی اونجا تو ببینه اصلا سکته کنه، شوکه بشه؟ آره خب
آره من دوستام دخترم، میریم توی جمع که همه دخترن، نمیدونن من اینجوریم، بعد که میفهمن اصلا هنگ میکنن میرن بر خودشون. خب خیلی بچه‌ها دارن میپرسن، همینطور سوال بمبارون میشه، چطوری ارضا میشه؟ چطوری ارضا میشی؟ ببین من ارزا خیلی کم میشم، یا باید شاید بزنم؟ آها ببین، چون تو ارضا نمیشی، ببین من این تجربه رو داشتم دقیقا، من الان شاید فهمیدم تو چرا همیشه میخوای، چون ارضا نمیشی همیشه، یعنی خالی میشم نشدی، کم ولی خیلی کم، مثلا آره. از 10 بار مثلا شاید 2 بار ها. آفرین آره. ببین منم اینطوری بودم. خب من هیچ وقت ارضا نمیشدم، هیچ وقت ارضا نمیشدم و همیشه میخواستم، چون اصلا خالی نمیشدم، همیشه میخواستم. خب الان میشی؟ همیشه مثل تو آماده بودم، حشری بودم به خدا، همیشه همینطوری بودم. علتش به خاطر همینه، به خاطر اینکه خالی نمیشی، انرژیت رها نمیشه و ارضا نمیشه. الان با مسواک برقی که من انجام میدم دیگه اصلا بعد از اون دیگه اصلا نمیخوام. میدونی چی میگم؟ به خاطر اینه. ولی الان خب من بشم بازم میخوام، شده اتفاق زهر افتاده که مار، رسیدم بازم تو دیگه خانم محترم یه جای کار میلنگه. اوکی ندا بچه ها رو بیار، به خدا فش میدن. یه سوال دیگه بپرسم بعد بچه ها رو میارم، نفر من بعدی از رو این میارم. پسر تیک آبیه چند خوشم میاد، رفتی تو پیجش ببینیش؟ این نه چه عزیزم، این یزیدایی دنبال که فالوور محلش نده. نوشته هزینه عمل کی داده؟ از این کدوم عملم؟ هزینه سینما؟ عملیات تو کی داده؟ مامانم. مامانت داده؟ بچه پولداری هستین؟ نه دستون به دهن خودمون میرسه دیگه. اوکی. تا به حال مسواک برقی امتحان کردی؟ آخه واسه من مسواک برقی نیست عزیزم. نیست. حالا وقتی عمل کردی امتحان کن. اوکی فدات شم، مرسی عزیزم. دورت بگردم قربونت بیرون برم. من. I love you. I فقط یه love you. چیزی لیست بزن برو بزن. چرا اینقدر من میات دوست های نشون نده، یکم ببرش دستمه بزن. میتونم به خودت تا به حال انجام ندادم، پدر سوخته، بزن مجبورم نکن. به زور فکر کن به زوره. فیلمش بعدم پخش میشه، بعدم میگن ندا هم جنسگراست و نمیدونم. بذار بگن چقدرم خوب جزو خانواده LGBT. بزن. خب برو حالا. I love you. دوست دارم. I love you. خدا منو به چه کارایی وامی دارن به خدا. اوکی نفر بعدی. وای مردم. بذار ببینیم کی داریم. صبر کن ببینم کی دارم. نفر بعدی. بچه ها خوشتون اومده تا به الان یا نه؟ خب بذار ببینم نفر بعدی کیه. صبر کنه ببینم آیدیاتون. بابا آیدیاتون رو من باید ببینم. پوری رو آوردم. سینا نمیتونی جوین کنی که. درخواست بده زود باش. درخواست بده سینا. برو بیرون از لایف، بیا داخل درخواست بده. اوکی دیدم. صبر کن بیا. وای چقدر فک زدم. سلام. وای چرا نیوورد بالا؟ میگی چقدر تو لایوتم؟ عزیزم چه خوشگلی عزیزم. حدد عزیزم مرسی. اسم چیه؟ بعد چند سالته؟ بچه کجایی؟ سیناترا 21 تهران. نگاه کن تصویرت یه طوری میشه، ریمووت میکنم دوباره بیا. باشه همین الان دوباره بیا درخواست بدی، زود باش. باشه. کجا رفتی؟
درخواست بده. اسمت چی بود؟ سینا؟ سینا بدو. اوکی دیدمت. بیا. درست شد الان؟ آره. اوکیه؟ تصویرت برام ایستاده. خب بذار اینجوری کنم. الان خوبی؟ آره. خب اسمت بگو، از کدوم شهری، چند سالته و چی هستی؟ سیناترا 21 تهران. بعدش دیگه ترنسم. ولی اون یکی دوستم که آوردی بالا اون شیمیل بود، یعنی سینه داشت. من ترنسم، سینه ندارم. سینه یعنی نمیخوای؟ چرا دیگه، سینه میخوام، یعنی دوتامو هم حسیم. چون گفتی شیمیل و ترنس و گی میخوای بیاری بالا، اما الان ترنسم. دوست قبلیم که آوردی سینه داشت شیمیل بود، ترنس نه. هنگ یعنی تو الان کردی؟ سینه نداری؟ یه نه لحظه، سینه تو ندارم. الان سینه نداری ولی اوکی. ها نشون نده، مرسی. سینه نداری ولی اونجا یه دختراست ها؟ نه اونجا هم دخترونه نیست دیگه، میزم مثل چنج میکنم، ولی هنوز کارمو نکردم. حسم دخترونه است، ترنسم، ولی هنوز کار عملمو انجام ندادم. یعنی هنوز مثل اونی که آوردی بالاش ممه نذاشتم هنوز. چند سالته؟ من 21. بعد میتونم بپرسم چرا الان هنوز، یعنی دوست داری عمل کنی ولی هنوز عمل نکردی؟ واسه اینکه خانواده‌ام مشکل دارم، نمیتونم فعلا این کار رو انجام بدم چون خیلی آها، گیرنده. آره. از لحاظ مادی یا اینکه مثلا دوست ندارن تو عوض بشی؟ نه دوست ندارن دیگه، یعنی چجور بهتون بگم، واسه شون سخته که من بخوام فعلا این کار رو انجام بدم. آها، هنوز پس باهات کنار نیومدن. آره هنوز کنار نه. خب قراره عمل تو پولاشو اونا بدن، خانوادت بدن؟ آره دیگه، خانواده، دوست پسر، خانواده. دوست پسرم داری؟ داشتم، الان ندارم. خانوادت هم میدونستن دوست پسر داری؟ دوست پسرم آره میدونستن، یعنی مامانم میدونست. بچه های پرسن چرا اینقدر اشوه داری؟ خب خب اشوه دارم دیگه، چیکار کنم؟ تیپ تو به ما نشون بده، تیپ تو ببینیم. الان نشون میدم. آینه داری؟ آینه قدی داری نشون بدی؟ آره. آینه قدی بذار اینجا. نگاه کن الان داری هورمون مصرف میکنی برای سینه یا اصلا هیچی؟ نه هنوز هیچ کاری نکردم، ولی دیگه کم کم باید هورمونامو شروع کنم. الان دوست پسرت از این مردای عادیست یا اونم گی یا ترنس چی هست؟ نه اون بایسکشواله. من دارم هنگ میکنم. نه دیگه ببین، بایسکشوال هم میخوای بایسکشوال رو توضیح بده؟ جان؟ نگاه کن، گفتی بچه کجایی، تهرونی؟
آره من تهرانم. از کجا پیداش کردی؟ توی مهمونی با هم اوکی شدیم. تو مهمونی. بعد نگاه کن این بایسکشوالا خب مثلا خب اشوه خاصی ندارن، تیپ خاصی ندارن، از کجا تشخیص میدی مثلا طرفو میبینی میگی ها این بایسکشواله؟ نه دیگه، بایسکشوال یعنی مثل استریت ها، ولی استریت فقط به دختر حس داره، بایسکشوال هم به پسر حس داره هم به دختر. بایسکشوال پسرانن، یعنی فرض کن یه مرد کامل ولی به پسرم حس داره به دخترم حس داره، به اون میگم بایسکشوال. خب از نگاه کن مثل یه مرد عادیه، درسته؟ آره بایسکشوالا آره از مثل یه کجا مرد عادی. تشخیص میدی ولی این مرد عادی نیست، این بایسکشواله، برم باش جفت و جور بشن؟ خب ببین، چون ما معمولا با مرد اوکی میشیم دیگه، مثلا با یه دختر یا با یه ترنس که اوکی نمیشیم بخوایم بفهمیم، با یه مرد اوکی میشیم. حالا بخواد چه بایسکشوال باشه چه استریت باشه. استریت باشه سمت ما نمیاد ولی بایسکشوال سمت ما میاد. اینجوری میفهمم، یعنی میفهم. استریت باشه سمتت میاد، بایسکشوال باشه سمتت نمیاد؟ نه برعکسش، یعنی استریت باشه سمتم نمیاد، بایسکشوال باشه سمتم میاد. آها. اینجوری میفهمم که مثلا باشون کانکت میشم، پس دوست برای میشم باش. مردایی که عادیان تو خودت میری آره. سمتشون؟ نه تو اصلا نمیری سمت مردای عادی؟ نه دیگه، خودشون میان دیگه. تو که گفتی مردای حالا عادی سمتت نمیان. نه ببین، مردای عادی میگم، چجوری بهت بگم، بایسکشوالا میان، مردای عادی همون استریت منظورتونه؟ آره 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 آره. نه دیگه، استریت ها نمیان دیگه، بایسکشوالا میان سمت من. بایسکشوال میان سمتت. تو پس فقط با بایسکشوال دوست داری مثلا جفت و جورشی، درسته؟ آره دیگه، چون اونا هم به ترنس حس دارن هم به دختر حس دارن. اینجوری حسم میدونم که بالاخره واسه یه بار نیستم، میدونی چی میگم، ولی چون مردای کامل معلومه کلا رفتارشون چجوره، مسخره میکنن و نمیدونم اینجور چیزا خوشم نمیاد. خب اینو بپرسم بعد یه سوال دیگه خودم دارم ازت بپرسم. ریشم در میاری؟ من آره. صاف و ریش در نمیارم. لیزر کردی؟ آره. آها آره خیلی صاف و صوفی. میگم تا به حال توی رابطه بودی که مثلا طرف تو رو مجبور کرده یه کاری انجام بدی دوست نداری ولی بالاخره مجبورت کرده و اون داستانشو بگو و اون کار چی بوده؟ یعنی وسط چیز باشم بخواد مجبورم کنی یه کاری کنم؟ اصلا تو اون شرایط نبودم بخوام مجبور بشم، نه تو اون شرایط نبودم. وقتی توی رابطه با کسی هستی خب دوست نداری چه کار انجام بدی؟ یه بار دیگه میشه بگی؟ قطع شد. وقتی توی رابطه هستی با مثلا خب دوست نداری چی کار انجام بدی؟ توی رابطه هستم. آها. توی رابطه هم ببین، یعنی من دوست ندارم چی کار انجام بدم. آها. خب ببین، مثلا دوست ندارم با یه مرد دیگه باشم، یعنی دوست پسر میگیرم، درسته؟ خب من چجور بهت بگم، نمیفهمم این منظور. اشکال نداره ولش کن، چون نه طولانی شد، نه من میکشم نه آره بقیه میکشم. این آره من سوال خیلی نفهمیدم. سوال قشنگیه، میتونی جوابش جونم. بدی؟ نوشته آره بپرس از بگو. کجا بفهمیم شوهرامون عادیه یا نه، چون الان ما داریم شک میکنیم به این مردایی که عادی هستن یا استوری هستن. ببین خب برو تو تلگرامش یا تو اینستاش ببین به کی پی ام داده. کی کنارته؟ دوستم. بیارش یه سلامی بکنه، بی تربیت فقط صداش میاد. سلام. علیک سلام. نمیخوای صورتتو نشون بدی؟
من معذورم از صورت نشون دادن. اوکی. نمیتونه بیاد بالا. دوستین، پارتنرین یا دوست عادی هستین؟ پارتنرم. آها. الان آره. خونه پارتنرت هستی؟ نه اون خونه منه. مگه شما تو قرنطینه به سر نمیبرین؟ با هم تو قرنطینه ایم. با همین دو تایی. آفرین. مگه شما الان توی خونه، یعنی دور از خانواده زندگی میکنین، توی خونه مخصوص خودتون هستین؟ مامانم رفته شمال بردم. خدا. پس قرنطینه نیستین. این یک رفته مسافرت، تو میری پیش این اون. خب این سوال جواب بده عزیزم. نکن نوشته بپرس از کجا بفهمیم شوهرمون عادیه یا نه. از کجا بفهمیم؟ راست میگه. من فردا دوست پسر بگیرم، از کجا بفهمم که نمیاد مثلا برای بچهای LGBT بلاسه؟ از کجا بفهمم؟ بذارین دوستم جواب میده. نه ببین چجوری بهتون بگم، یا باید تو اینستاش بری یا تلگرامشو نصب کنی رو گوشید یا اینستاشو اینجوری بفهمی با مثلا میتونم بفهمن که اون طرف مثلا میده یا نمیده. این داره منظورش اینه. خب بذار الان دوستم بهت توضیح میده. بگو. اگه میخوان شوهراشون بفهمن که این داستان هست یا نه، فقط و فقط یه جا میتونن بفهمن، اونم رو تخته. آره رو تخت با یه ترنس. هیچ جور دیگه ای نمیتونه بفهمه. ای بابا. آره. خب خیلی موضوع سختیه. چند درصد مردای عادی الان بر حسب تجربتون و شنیده هاتون و دیده هاتون اینا، چند درصد مردای عادی همین استریت ها مثلا دوست دارن هوس میکنن با ترنس ها یا مثلا با بچهای LGBT هم بخوابن؟ یا بعضیاشون دختر بهشون پا نمیده میان سمت ترنسا، یا اینکه از دختر سیر شدن میان سمت ترنسا. اینجوری. چند درصد؟ 90%؟ 30%؟ 60%. 60%. تعدادشون زیاده ها. خیلی. نمیفهمم. دخترها حواستون رو جمع کنین به شوهراتون. حواستون رو جمع کنین. الان خوبه یه چیزی از لایو منم یاد گرفتین. اینقدر پشت سرم بعضیا گم میخورم. اوکی عزیزم. من نمیدونم الان چند وقت تو لایوم. بذار ببینم چالشی میتونن برات داشته باشن. باشه عزیزم. خب بپرس ببین فالوورا چه سوالایی دارن که بازم بپرسی ازم. چرا بیشتر پسرا میخوان دخترشن؟ ببین جواب این سوالو بدم. بگو. چرا بیشتر پسرا میخوان دخترشن؟ ببین بعضیاشون اداشونو در بعضیا اداشو در میارن که مثلا به خاطر بیزینس کنن. خب بعضیاشون هم واقعا اینجوریان. مثلا چجوری یه مردو نمیشه بهش رژ لب بدی بزنه لباس دخترانه بپوشه بره تو خیابون فلان اینا. خب بعضیاشون اداشو در میارن، بعضیاشون هم که واقعا حسشون اینجوریه ترنسن که بعدش شیمیل میشن بعدش چنج میکنن. اوکی. این بی تربیت نوشته. بی تربیت رو ببین چی نوشته. پینش کردم میبینی؟ دیگه از اونا دارم دیگه چی بگم. از اینا هنوز پسره. نگاه کن این یه سوال دیگه ای از یه فضول دیگه ای نوشته. اینقدر میدی رودت آسیب نمیبینه؟ خب من که مگه مجبورم زیاد بدم؟ بعضیا رو لپایی رد میکنم. جدی به خدا؟ آره دیگه وقتی باسنت بزرگ باشه لپایی میتونی رد کنی. یعنی لاپایی بین پاهات یا بین باسن؟ نفهمیدم آخر. ببین بین دو تا رونات با باسنت اونجوری میشه لپایی. بعدم میخوام بخونم. خب عزیزم
فدات شم. بذار ببینم دیگه چه سوالی داریم. بذار من یه سوال دیگه. بچه‌ها دوست دارین سوال دیگه ازش بپرسید؟ قشنگ وایس بیادب بعضش یه چیزایی میگن آدم خجالت چیزای بی‌ادبی می‌نویسن، بعدم میگن ندا این سوالا رو می‌نویسن، نمیدونن که. یه سوال دیگه بپرسیم بریم سراغ بعدی و آخری خواهد بود بعد از تو، چون واقعا دیگه نمیکشن. خیلی طولانی شد، خیلی وقت تو لایوم. نوشته به خاطر پول رابطه داشتی؟ راستشو میگم یه بار آره داشتم. بابت چقدر؟ راستشو بگو جانم. راستشو بگم 5 تومن. چند سال پیش بوده؟ 2 سال پیش بود. یه پیشنهاد بهم شد دیگه اوکی شدم. بعد از چه طریق این پیشنهاد گرفتی؟ وولولم شد یکی از دوستام. آها. بعد پسر چیز بوده؟ مرد عادی بوده یا باز ترنس و اینو چیز بوده؟ نه دیگه ترنس با ترنس نمیتونه. ها ببخشید مثلا چیز کنه. بایسکشوال بوده، گی بوده، چی بوده یا استریت بوده؟ بای بودش. آها. 5 تومن خوبه اون موقع؟ من نمیدونم ارزش دیگه پول چقدره. آره دیگه 2 سال پیش 5 میلیون کمه. خوبه دیگه. الان اگه بهت پیشنهاد بدن راست، یعنی به پیشنهاد پول بدن زیاد باشه، راستشو بگو انجام میدی یا نمیدی؟ زیاد باشه مثلا چقدر؟ خب هم حد و حدودشو باید بدونم دیگه. مثلا 20 میلیون، مثلا بهت پیشنهاد بدن 20 میلیون برای یک بار، قبول میکنی؟ 20 تومن آره. بس انگیزه به دوستش هم آره. نگاه میکنه. یه لحظه بولبولم شد آقا. یه سوال بپرسم ببین شما مثلا خب حالا مثلا دوستا، هر کسی که مثلا دوست داره برای فان یا برای پول رابطه داشته باشه، خب شما ساعتی حساب میکنید یا یک جلسه مثلا چطوریه؟ نمیدونم آخه من زیاد نمیرم که مثلا بخوام بدونم ساعتش و اینا رو نمیدونم. خب اونایی که میشناسی. دوستام که میشناسم این کار اونجوری آره مثلا نیم ساعت 1 ساعت اینا. میگم این رفیقت یا همون پارتنرت خب مثل پسرای عادی هستش صداش. آره خب پسره دیگه. ولی بایسکشواله، دوست داره هم با دخترها باشه هم با پسرها. آره. الان با دختر در ارتباط نیست؟ اینجا جرواجر هم میکنه که چرا؟ هست ها؟ نیستم بابا دروغ. هست دروغ نگو. چرا هست؟ بعد نگاه کن دوست دخترت میدونه؟ نمیدونه چون من گیرت آوردیم. به همین خاطر نمیخوای خودتو نشون بدی. نه پارتنرت؟ 23. نکن یعنی تو الان داری با دوست دخترت خیانت میکنی؟ نه ولی من صورتمو نشون میدم در تو داری به دوست دخترت خیانت میکنی چون داری همزمان با یکی دیگه میخوابی. یعنی خیانت حساب میشه؟ بچه این یه نوع خیانت حساب میشه از نظر شما؟ حساب نمیشه. من یه چیز ازت بپرسم. نه الان که بحث شد ببین مثلا الان دوست دخترت بره با یه دختر دیگه بخوابه، تو دوست داری؟ با یه دختر دیگه بره بخوابه اشکال نداره اصلا. خب لازم میشه دیگه. بچه ها نوشتن خیانت، همه دارن میگن خیانت داری میکنی. ببینم آره نوشتن. خاک تو سرت زده. بچه ها یه خیانتکار رو گیر انداختیم توی لایف. پتش ریخت رو پتم رو ریختین رو. بعدا من مجبورم قیافمو نشون بدم. چه جالب. پس همه این پسرها نگاه کن خانوادت میدونن تو بایسکشوالی یا مثلا دوست دخترت میدونن بایسکشوالی؟
نه دیگه نمیتونن اونا متوجه بشن. تنها اون جامعه که متوجه میشن LGBT که میتونه متوجه بشه من بایسکشوالم یا نیستم. بعد تو از کی فهمیدی هم دوست داری با دخترها باشی هم با پسرها؟ شکست عشقی خورد، بعدش اومد امتحان کرد، گیر تو دام افتاد. آره. نه ربطی نداره، از اول میدونستم. نه از اول. من از اولش میدونستم. خوشم اومد خوب گیرشو انداختی الان. هیچی دیگه تموم کارم. الان دوست دخترت هم نمیدونه، مثلا فکر میکنه این دوست اصلا میدونه مثلا تو با اسم چی بود؟ سیناترا. تو دوست دخترت میدونه مثلا با سیناترا دوستی، اصلا سیناترا تو زندگیت هست یا اصلا نمیدونه سیناترای وجود داره؟ فکر میکنه دوست معمولیمه. بابا مشخصه اصلا سیناترا که حالت دخترونه داره. خب نه دیگه میتونی اونو قانع کنی. دختر خنگه. آره دیگه میگم دیگه بایسکشوال بعضیشون دخترها ولشون میکنم یا سمت ترنسر خوشگل جذاب نانازی. ترنسا میان تور میکنن این بایسکشوالا رو برمیدارن میبرن. ولی نگاه کن تو سمت چیز اومدی درسته؟ اون نیومده تو رو برداره. نه خب بذار من الان توضیح میدم. ببین اینا میان توی مهمونی تمام خوشگلیاشونو میریزن بیرون. خب اشوه میبینی که همین الان هم اشوه دارن. میان میریزن بیرون، میان جلوی تو، دل تو رو برمیدارن میبرن. بعد تو میری سمتشون اون وقت دیگه. آره عزیزم سوس عنصری دلتو میبرن بعد تقصیر اینا میندازی عزیزم، تقصیر خودته. الهی فدات شم. تا حالا برات پیش نیومده پس نمیدونی. یا احتراما. ببین هیچ کس هیچ استریتی نمیتونه جلوی اینا مقاومت کنه. هر کی بگه من میتونم دروغ گفته. یعنی اینا اینقدر خطریان؟ خیلی خطریان. خطری نیستیم، فاجعه. حشری و جذاب و سکسیم، واسه همین میان سمتمون. اصلا نظرم اصلا در مورد خیلی چیزا عوض شد. صدامو میشنوی؟ قطع شدی. آقا آدم شوکه میشه. میگی میشه. فکر کنید مثلا آقای جی جی همزمانه که با من بوده مثلا چه بدونم با یه پسر دیگه هم بوده. بعید نیست، اصلا بعید نیست. صدا میاد الان؟ هستین؟ نوشته چی؟ نوشته من دیگه اعتماد ندارم به کسی. واقعا آره. میگم عزیزم قطع شدی. اصلا صورتت وایساد، یعنی تصویرت وایساد. خب نه دیگه اصلا نمیشه به مردم هم اعتماد کرد. نمیشه اصلا به مردم اعتماد کرد.